درود. من افرا هستم و شما به پادکست نام‌ها و نامه‌ها گوش می‌کنید. همونطور که از نام برنامه برمیاد، قرار اینجا نامه بخونیم. نامه هایی از ژرفنای تاریخ تا همین دوران خودمون. نامه هایی که ممکنه عاشقانه، دوستانه، گلایه‌آمیز و یا حتی رسمی باشن. نکته‌ای که نیاز میدونم یادآوری کنم اینه که برگردان بسیاری از نامه هایی که قراره در این پادکست خونده بشن کار خود منه. و اگر احیانا نامه‌ای از یه منبع یا مترجم دیگه‌ای خونده بشه، حتما بهش ارجاع داده میشه. خب، از اینا که بگذریم، میرسیم به موضوع این پاره از پادکست که نامش اینه: نامه‌ها از کجا میآیند؟ یه پرسش ساده و کوتاه که با توجه به موضوع و هدف این برنامه یکی از بنیادین ترین و مهمترین پرسش‌های ممکن به شما میاد. اینکه پیشینه و تاریخ نامه‌نگاری اصلا از کجا آغاز شده؟ کی، کجا و در چه دورانی این سبک از برقراری ارتباط که تا همین امروز از مهمترین، فراگیرترین و کارآمدترین روش‌های ارتباطی به شما میاد و بنیان گذاشته؟ و آیا اصلا تاریخ پاسخی برای این پرسش داره؟ راستش از لحظه‌ای که تصمیمم برای انتشار پادکستی که درش نامه بخونم قطعی شد، شروع کردم به کاوش اینترنت برای پیدا کردن کهن‌ترین نامه‌های موجود که اتفاقی برخوردم به متنی که نام نویسنده کهن‌ترین نامه دست‌نویس تاریخ رو برملا می‌کرد. اصلا همین سبب شد که این قسمت رو بسازم. بنابراین پاسخ تاریخ به پرسش بالا به لطف هلانیکوس، تاریخنگار یونانی، مثبته. به گفته آقای هلانیکوس، نخستین نامه دستنویس تاریخ رو کسی ننوشته جز شهبانو آتوسا، دختر شاهنشاه کوروش بزرگ، همسر شاهنشاه داریوش بزرگ و مادر شاهنشاه خشایارشا. اما همه کیستی و هویت این شهبانوی ایرانی به نسبتش با مردان زندگیش خلاصه نمیشه. آتوسا در واژه به معنی چیره دست و قدرتمنده و میشه گفت این نام برگزیده به خوبی بازگو کننده مهمترین ویژگی‌های شخصیتی این شهبانی ایرانیه. آتوسا در سال 550 پیش از میلاد زاده شد و در 28 سالگی توسط داریوش بزرگ به عنوان شهبانی ایران معرفی شد. ایشون به اندازه‌ای در دربار نفوذ و قدرت داشت که تونست فرزند بزرگش یعنی خشایارشا رو با اینکه پسر بزرگ شاهنشاه داریوش نبود به عنوان جانشین همسرش تثبیت کنه. شهبانو آتوسا به گفته تاریخ‌نگاران از آموزش خوبی برخوردار بوده، باهوش بوده و حتی به شاهنشاه داریوش در زمینه کشورگشایی‌هاش مشاوره میداده که این خودش به خوبی بیانگر گستره نفوذ و قدرت این زن توانمند تاریخ ایرانه. به هر روی به گفته آقای هلانیکوس، این شهبانوی ما که شاید شاد، غمگین، خشمگین و یا دلنگران بوده، یه شب یا شاید هم یه روز که شاید آفتابی، ابری، بارونی و یا حتی برفی بوده، در کاخ با شکوهش نشسته و کاری رو انجام داده که یک دگرگونی بزرگ و سرنوشت ساز در شیوه برقراری ارتباط بین انسان‌ها به شمار می اومده. راستش نکته‌ای که برای من شخصاً جالبه اینه که چیزایی که امروزه برای ما بودنشون کاملاً عادی و بدیهیه، در دوران پدید اومدنشون یک دستاورد بسیار بزرگ به شمار می اومدن. به عنوان مثال کشف آتش، عنصری که سرنوشت انسان‌ها چه در زندگی روزمره و چه در جنگ‌ها رو دچار دگرگونی کرد، امروزه بودنش برای ما کاملاً عادی و بدیهیه.
به اندازه عادی و بدیهی که حتی بسیاری از ما همون عنصر سرنوشت سازو چه به صورت یک جعبه کوچیک قوطی کبریت و چه به صورت یک فندک با خودمون این ور اون ور میبریم. چیزی که شاید اون روز حتی در خیال کاشف آتش هم نمی گنجید. نمونه دیگرش همین نامه سرنوشت‌ساز شهبانو آتوساست که به گفته پروفسور برید مکگراث، استاد کالج ترینیتی دابلین، مهمترین نامه تاریخ به شمار میاد، چون اساساً نامه‌نگاری رو پایه‌گذاری کرده. در واقع این کار شهبانو آتوسا پیامدهایی رو به دنبال داشت که شاید اون روز یا اون شبی که ایشون در سن 50 سالگی اون دگرگونی بزرگ در تاریخ بشر رو پدید آورد در خیالش هم نمی گنجید. میشه گفت یکی از آشکارترین و ملموس‌ترین پیامدهای این کار تبدیل شدن شهبانو آتوسا به یک الگو و تشویق شدن هرچه بیشتر مردم به آموختن خوندن و نوشتن بود تا بتونن با الگو برداری از ایشون نامه‌نگاری کنن. از اون گذشته یکی دیگه از پیامدها پیدایش و گسترش صنایع ساخت نوشت افزار بود و همچنین گسترش صنایع حمل و نقل و رفته رفته پیدایش دفترهای پست امروزی. شاید اون روز یا اون شب در اندیشه شهبانوی ایرانی هم نبود که یک روز انسانها پرنده‌های آهنینی رو خواهند ساخت که نامه‌ها رو به سادگی به سراسر جهان میرسونن و یا روزی میرسه که میشه نامه‌ها رو به صورت دیجیتالی نوشت و ظرف تنها چند ثانیه به دست گیرنده در سراسر جهان رسوند و اینها همه وامدار همون بانوی ایرانی خواهند بود که لحظه‌ای دست به قلم برد و نامه‌ای نوشت به همین سادگی و به همین سرنوشت سازی. شگفت انگیزه که گاه انسان‌ها کاری رو انجام میدن که نه تنها خودشون که کشورشون رو هم به عنوان پایه‌گذار یک روند برای همیشه در تاریخ جاودانه میکنه. درست مانند کاری که شهبانو آتوسا انجام داد. فکر میکنم اکنون بشه به سادگی به پرسشی که در آغاز این برنامه مطرح شد پاسخ داد. نامه‌ها از ایران میآیند. از میهن بزرگ با شکوه و کهن ما. نخستین پاره از پادکست نام‌ها و نامه‌ها بود. از اینکه وقت گذاشتید و همراهیتون رو دریغ نکردید سپاسگزارم. تا یه وقت دیگه و یه پاره دیگه از این برنامه، بدرود.